ببین صله رحمی که ما خواندیم و شنیدیم و گفتیم که ثواب داره، صله رحمی این نیست که هر کسی از خویشاوندان با شما محبت کرد شما محبت کنید، رفت و آمد کرد شما بکنید، اگر اون نکرد شما هم نکنید. نه، این نیست. صله رحمی اصلی که ثواب داره اینه که او قطع رابطه میکنه شما نکنید، شما برو پیشش، اون نمیاد شما برو پیشش. تفسیر مظهری گفته یک روایتی از روایت عبدالله بن عمر آورده لیس الواصل بالمکافی، صله رحمی کننده اون نیست که جبران میکنه. مکافی اینه که اون چون شما رو دعوت کرد شما اون رو دعوت میکنه، او آورد به شما هدیه داد الان شما میبرید اون هدیه میدید. شما مریض بود او آمد به عیادت، اون مریض شما میرید عیادتش. نه، شما نگاه نکن که جبران بکنی، جبران هم بکن، اما ولکن الواصل، اما صله رحمی کننده اصلی اون هست که اذا انقطعت رحمه وصلا، اون قطع کرد تو وصلش کن، اون نمیاد پیشت تو برو پیشش. لذا این هست صله رحمی اصلی. شما اگر میخواهید خدا به شما را ببخشد شما هم ببخشید، ولیعفو ولیصفحوا.